مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های دروغ های صدا و سیما رو و به معنای واقعی کلمه صدا و سیما رو مهر بدیم، بذاریم کنار و یک موضوع خیلی مهم رو در این ویدیو بهش خواهیم پرداخت و اون هم بحث تحریم شرکت هایی هستش که به صدا و سیما تبلیغات میدن تا صدا و سیما روز به روز پولدارتر بشه، پول بیشتری رو چپاول بکنه و از اون طرف دروغ‌های گنده‌تری رو به خورد مردم بده. بنگاه رسانه‌ای دروغ پردازی که در طول این چند سال گذشته تا تونسته به خاطر انحصاری بودنش به مردم دروغ گفته، سعی نکرده که واقعیت‌ها رو به مردم بگه و از اون طرف تا تونسته درآمدهای میلیاردی داشته و هیچ وقت شفافیت مالی نداشته و هیچ وقت نیامده به مردم گزارش دقیقی از درآمدهای مالیش بده که امروز در برنامه پشت پرده یه اشاره کوتاهی میکنیم و بعد از اون هم به صورت گسترده در چند تا ویدیو به صورت سریالی افشا خواهیم کرد رانت‌ها و دل و دزدی‌هایی که در پشت پرده در صدا و سیما صورت می‌گیره. در طول این چند روز گذشته هم من در رسانه پشت پرده هم خیلی از دوستان من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی کمپینی رو راه انداختن که آقا تبلیغات صدا و سیما رو تحریم بکنیم. یعنی شرکت هایی که تبلیغات میدن به صدا و سیما رو تحریمشون بکنیم که امروز به چند موضوع در این ویدیو خواهیم پرداخت. موضوع اول این هستش که چرا اصلا صدا و سیما باید تحریم بشه تبلیغاتش. موضوع دوم این که کدوم برندها باید تحریم بشن، چون خیلی ها میگن که آقا ما کل صدا و سیما رو تحریم کردیم اصلا تلویزیون نمیبینیم، کدوما رو تحریم بکنیم. یه لیستی تهیه شده که من این لیست رو به شما نشون میدم که البته شاید بعضی از اسامی توشون جا بمونه که ازتون تقاضا میکنم که زیر همین ویدیو اسم بقیه شرکت هایی که تبلیغات میدن به صدا و سیما رو بنویسید که مردم آگاه بشن و تحریم بکنن. و مورد سومی هستش که اصلا چرا باید این تحریمه صورت بگیره، چرا باید تحریم بکنیم صدا و سیما؟ شاید خیلی براشون سوال باشه آقا مگه صدا و سیما چیکار کرده، که به همه این موضوعات میپردازیم و دل و دزدی هایی که در صدا و سیما میشه و هیچکی جوابگو نیست. صدا و سیمایی که میدونید هر کسی توی ایران بخواد یک رسانه صوتی تصویری داشته باشه به صورت خصوصی اجازه نداره. یعنی باید حتما صدا و سیما تاییدیه بده، یه شورا دارن که صدا و سیما عضو اصلیشه و اگر اراده بکنه میتونه هر رسانه‌ای رو ببنده، فیلتر بکنه، نمیدونم هر کاری که دلش میخواد بکنه. یعنی انحصار تولید محتوای صوتی و تصویری در داخل ایران در اختیار صدا و سیماست. یکی از بزرگترین بنگاه‌هایی که میتونه دروغ رو به مردم راست نشون بده و راست رو به مردم دروغ نشون بده، یعنی هر آن چیزی که دلش بخواد میتونه به مردم نشون بده و هیچ کسی هم نظارت نداره. بریم اول از درآمدهای صدا و سیما شروع بکنیم. میدونید که صدا و سیما یکی از عمده ترین درآمدهایی که داره از تبلیغات، یعنی طبیعتاً مثل کشورهای اروپایی امریکایی نیستش که شما بخواید اگر شبکه‌های تلویزیونی رو ببینید اشتراک بخرید و ببینید. درآمد از تبلیغات. اما هیچ وقت شفافیت مالی در خصوص تبلیغات و درآمد تبلیغات صدا و سیما نداشت و همیشه هم ایناله که آقا من پول ندارم، بدبختم، بیچارم، خصوصا در شهرستان‌ها و در مراکز استان‌های مختلف ایران که شما دوستان عزیز میبینید صدا و سیما رو تو هر شهرستان حقوق کارمنداشو چند ماه نمیده. کارمنده رسمیش جدا. میدونید که صدا و سیما 70% از کارمنداش رسمی نیستن، یعنی اصطلاحاً ساعتی حقوق میگیرن یا برنامه حقوق میگیرن یا قراردادی هن. یعنی قدرت صدا و سیما روی کارمندهاییه که
قراردادی هن و بیشترین کار رو هم اونا انجام میدن، ولی حقوق همون آدم ها رو چون رسمی نیستن چما نمیدن. درست مثل بقیه کارمنده بقیه ادارات دیگه، یعنی خیلی از ادارات هم همینطوری مینالن. اما صدا و سیما این وسط هیچ وقت شفافیت مالی نداشت. فقط اشاره میکنم به درآمد تبلیغات باشگاه استقلال و پرسپولیس از تبلیغات قبل، وسط بازی و بعد از بازی، که ببینید این دوتا باشگاه فوتبال که کنار صفحه هم میبینید در فصل 1401-1402 در 60 بازی که انجام دادن و 2 بازی حذفی 108,000 ثانیه براشون تبلیغات پخش شده که مجموعاً بابت هر ثانیه تبلیغات صدا و سیما 157 میلیون تومان پول میگیره و مجموع درآمدهای صدا و سیما از پخش زنده بازی استقلال پرسپولیس، بقیه رو ولش کنید، فقط فوتبال دارم در نظر میگیرم، 16,000 میلیارد، نزدیک 17,000 میلیارد تومان بوده. و تبلیغات تلویزیون در 58 بازی لیگ برتر و 2 بازی حذفی، البته سالش اشتباه نوشتیم، در سال 1401 تقریباً 31,000 میلیارد تومان بوده، یعنی در 2 سال مختلف. فقط از درآمد تبلیغات فوتبال قبل از برگزاری مسابقات فوتبال، زیرنویس ها بین 2 نیمه و بعدش، این حجم پول تبلیغاتی بوده که پخش شده، منهای اشاره میکنم منهای اون اسپانسرایی که نمیدونم ستاره پشمک مربع و چیزهای مختلف که میان وسط برنامه هی میگن نمیدونم فلان ماشین رو میدیم و خونه رو میدیم و چیزهای مختلف رو میدیم و جدا پول میگیرن. این فقط تبلیغاتی که قبل و وسط و بعدش بوده رو حساب کردن دیگه. منهای سریال ها و نمیدونم قبل اخبار و گل تایم ساعت 10 شب و نمیدونم قبل اخبار 20:30 و چیزهای مختلف که خیلی از مردم میشینن نگاه میکنن و تبلیغات دارن، اونا رو ولش کنید، فقط بازی فوتبال. و از اون طرف خیانتی که صدا و سیما به مردم کرد توسط تبلیغاتی که از بعضی از شرکت‌ها گرفته. چند تاشو مثال میزنم، بعد هم جزئی میرسیم و با دیتیل شرکت‌های مختلف رو بهتون میگم که کدوم شرکت‌ها هستن. اینکه چرا باید برندهایی که تبلیغات به صدا و سیما میدن تحریم بشن. اولا اینکه این شرکت‌ها باعث پولدار شدن صدا و سیما میشن و باعث میشن که صدا و سیما قدرتمندتر بشه و دروغ‌های بیشتری رو به خورد مردم بده. پس تویی که تو خونتی عملاً میترسی مثلا بری تو خیابون تظاهرات بکنی، اعتراض بکنی، برای انقلابت جدید بخوای بجنگی، یا اگر میترسی پست استوری بذاری، اگر میترسی کامنت بذاری، میترسی فعالیت اجتماعی بکنی، تنها کاری که میتونی بکنی هستش که آقا برندهایی که تو صدا و سیما تبلیغ میشه رو نری بخری. اگر این کارو بکنی حالا یعنی یه مقداری همراه بودی با انقلاب مردم. تنها کاری که میتونی بکنی دیگه آقا نخر برندایی که تبلیغ میشه، چون اینا همونایی هستن که کمک میکنن به بنگاه دروغ پردازی مثل صدا و سیما که دروغ بیشتری رو به خورد مردم بده. پس تویی که میری از تبلیغاتی که تو صدا و سیما پخش میشه حمایت میکنی، داری حمایت میکنی از دیکتاتوری که به مردم داره دروغ میگه. اگه غیر از اینه بیاد بگید آقا، به من ناآگاه بگید آقا نکن، آقا نخر. چرا حمایت میکنی؟ چرا پول میریزی تو جیب کسی که داره به مردم دروغ میگه؟ پس طبیعتا از اون طرف شرکت و برنده و سازمانه اگر بفهمه که اگر تبلیغات بده به صدا و سیما با تحریم مواجه میشه، میکشه عقب و میگه آقا دهنمو مردم سرویس میکنن، بدبخت و بیچاره میکنن مثل میهن و چیزای مختلف، برای چی بیام تبلیغات بدم؟ و از اون طرف صدا و سیما هم میفهمه دنیا دستی کی، میفهمه تو الانی که به مردم دروغ گفته دیگه از الان به بعد از این خبرها نیست. این یکی از دلایلیه که میشه گفتش که صدا و سیما باید تحریم بشه. دلیل دوم این هستش که خیانتی که صدا و سیما به نسل جوان کرد. چطوری؟ با پولهایی که از مافیای کنکور گرفت، با پولهایی که از مؤسسات برگزاری کلاس‌های آموزشی کنکور
برگزار میکردن، مثل گاج، مثل مدرسان شریف، مثل نمیدونم قلمچی دیگه یادم بیاد. شما بنویسید این زیر خواهشم برا من. از اونا پول گرفت که تبلیغشون رو بکنه و فشار نیاره که کنکور در ایران حذف بشه. بسیاری از نماینده‌های مجلس در طول 20 سال گذشته باج گرفتن و پول گرفتن از این مؤسسات که برن تو مجلس فشار بیارن که کنکور حذف نشه. چرا؟ چون اگر کنکور حذف بشه دیگه کسی نمیره در کلاس‌های کنکور اینا شرکت بکنه، جزوات و کتاباشون رو بخره، دیگه اون کاغذاشون رو بعد برید باشون شیشه پاک بکنید. اونا پول ریختن تو جیب صدا و سیما، پول ریختن تو جیب نماینده‌های مجلس که کنکور برگزار بشه، که بچه مردم چند سال پشت کنکور بمونه در آرزوی رفتن توی اون رشته‌ای که دوست داره و نتونه بره تو اون رشته، به خاطر اینکه این مافیا بتونن پول بیشتری به جیب بزنن در قالب برگزاری کنکور. از اون طرف دروغایی که به مردم میگفتن، طرف رتبه اول کنکور شده بود، اصلا تو این آزمونا شرکت نکرده بود، تو فلان روستا با هزار بدبختی قبول شده بود، بهش میگفتن این 100 میلیون پول، طرف 10 میلیون هم نزدیک نگرفته بود و ندیده بود، گفتن این 100 میلیون پول برای تو بیا جلو درون بگو آقا من رفتم کلاس فلان مؤسسه شرکت کردم و قبول شدم. طرف نون نداره بخوره، چجوری باید بره تو کلاس شما میلیون پول بده و شرکت بکنه؟ ولی همین ترفندهاشون و پخش این تصاویر توسط صدا سیما باعث شد که صدا سیما به مردم دروغ بیشتری بگه. نماینده مجلس هر روز پرروتر بشن، هر روز بخوان رانت و لابی بیشتری بکنن. نگاش بکنید این خبر رو. 227 تا از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در طویلشون خواستار اعدام معترضان زندانی شدن. یعنی گفتن هر کسی تو خیابون اعتراض داره برای گرونی و فقر و بدبختی و بیکاری و هزار تا مشکل، یه جوون تو ایران اگر بخواد ازدواج بکنه کفی 1 میلیارد پول خونه است تو روستا، نه توی پایین شهر، تو روستا 500 میلیون تومان یه ماشین عروسی آشغالی بعد بگیره، 300 میلیون تومان بعد یه ماشین آشغالی ها بخره، جهاز و اینا بمونه. یه جوون در بهترین حالت ممکن بخواد یه زندگی نرمالی که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و بقیه کشورها دارن، خدا همه رو یکسان آفریده دیگه، چه فرقی میکنه ایرانی‌ها با اروپاییه؟ یه جوون ایرانی بخواد یه زندگی نرمال داشته باشه، آقا نمیخوایم خونه بخره، خونه کرایه بکنه، بعد 1 میلیارد همین الان پول نقد تو جیبش باشه که بتونه یه زندگی معمولی داشته باشه. حقوق معمولی تو ایران چقدر؟ 6 میلیون تومان. آقای نماینده مجلس، کسی که به خاطر این مشکلاتش، کسی که با رأی تو رفته تو مجلس، کسی که رفتی خایه‌هاشو مالوندی، التماسش کردی که جون مادرت به من رأی بده که بتونی رانتو لابی بکنی بری تو مجلس، حالا میای همچین قانونی رو میخوای تصویب بکنی. این حرکت شما مقابله با مردمیه که کف خیابون‌ها دارن جون میدن و خونشون ریخته میشه و کشته میشن به خاطر فقر و بدبختی و بیچاری، نه به خاطر چیزای مختلف. تویی که با ماشین پلاک قرمز، تویی که حقوق دولتی داری، ماشین دولتی داری، آقازاده و فاضلابزادت همشون خارج از کشورن و رانت و لابی میکنی و با یه امضا و طرح تصویب میتونی مجوز واردات و صادرات یک محصول بگیری و میلیاردی پول تو جیبش بذاری. خب معلومه به فکر مردم نیستی، اصلا نمیفهمی مردم دارن چی میگن. برای همینه که میای میگی خب باید زندانی بشن، اعدام بشن، چنین و چنان، خوش رقصی میکنی واسه بالاییت. برو کف جامعه، برو کنار مردم وایسا ببین مردم دغدغه‌شون چیه، مشکلشون چیه، چه بدبختی و بیچارگی دارن. بیا صحبت، فکر نکن ایرانی‌ها هم که خارج از کشور از خوشیشون اومدن اینجا، بیا بشین پای صحبت ایرانی‌های خارج از کشور، همشون تک به تکشون قلبشون واسه ایران میتپه، دلشون واسه ایران تنگ شد، از سر مجبوری خیلی هاشون مهاجرت کردن، چون اگر میموندن 1000 تا ممکن بود بلا سرشون بیارید. اون کسایی هم که تو ایرانن خیلی هاشون پول ندارن مهاجرت بکنن، از دست شما فرار بکنن. دلتون خوش مملکت دارید میکنید. یه نظرسنجی گذاشته بودم تو پیج اینستا خودم، بیش از 90% مخالف بودن. آقا این شبکه مجازیش مردمی هن که تو همون کشورن. نظرسنجی منو که مردم بورکینافاسو، نمیدونم فلسطین و عراق و جای مختلفی که شرکت نمیکنن، مردم همون ایران همسایه طبقه بالا و پایین شما هم دارن تو شرکت میکنن. بیش از 90% مخالف سیستم حاکمن که در حال حاضر تو ایرانه. بعد میاد میگید که باید اینا اعدام بشن. نزدیک انتخابات هم میبینیمتون که چجوری میاد خایمالی مردم رو میکنید که جون مادرتون به ما رأی بدید، ما میریم تو مجلس چین و چنان میکنیم. ولی هر کدومتون رفتید تو مجلس فقط به خاطر این بودید که خودتون رانت بکنید. مجلسی که به طویله معروفه،
هر کسی که میره داخلش باید خط فکری اون کسایی که اون تو ان رو دنبال بکنه. اصلا مردم برای شما مهم نیستن. ادعاتون هم میشه. برسیم به شرکت هایی که باید تو صدا اینم یه خبر دیگه، یعنی راجع به اینم میرسیم بهش. یعنی هر جای اون مملکت رو نگاه میکنیم خب اوج بیسوادی و بیفکری یه عده میزنه بیرون. ادعاشون هم میشه که مملکت داری دارن قدرت اول منطقه. آره، گندگوز منطقه. این اسم برند هاست. دونه دونه نمیخوام بخونم و اینا هست، میتونید ببینید. فقط گذاشتم اینجا توی تصویر، میتونید اسکرین شات بگیرید داشته باشید. حداقل میرید سوپرمارکت جای میرید آقا، کاری که میتونید بکنید هستش که این برندایی که تبلیغات دادن به صدا و سیما، هر روز دارن صدا و سیما رو پولدارتر میکنن رو تحریم کنید. یه اسکرین شات ریز بگیرید از اینا، بعداً به کارتون میاد. پرینت بگیرید داشته باشید. شرکت‌های مختلف. اگر نبود اون برندی که مد نظر شما هست و اینجا نیست، این زیر کامنت بذارید. و یکی دیگه هم بود اینجا، من عکسشو بیارم. اینم یکی دیگه. نمیدونم میانم توش هست یا نیست. هر کدوم که هست خواستید برید نگاه کنید و تحریم بکنید. یه خبر دیگه اومده بود بیرون، نگاه کنید. فدراسیون فوتبال اعلام کرده برخورد با بازیکنان خاطی فوتبال ساحلی. بازیکن فوتبال رفته گل زده، شادی کرده، حرکت نمادی رو انجام داده. کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال با صدور بیانیه‌ای که آقا بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، طرف فلان حرکت زد، امام انقلاب به خطر افتاد. یعنی انقدر بیکارن که دغدغه‌شون میشه یه کسی که یک حرکت نمادی رو انجام میده باش برخورد بکنن. همه اینا رو هم صدا و سیما وایرال میکنه. همون نماینده ها رو هم صدا و سیما وایرال میکنه. همین پشمکا رو هم صدا و سیما وایرال میکنه. باید تبلیغات صدا و سیما تحریم بشه که یاد بگیرن که پول کمتری به جیب بزنن و به مردم دروغ نگن. صدام گرفت انقدر هرس خوردم. در صورت شما اگه نکته مد نظرتون، ویدیو مفصل من اختصاص میدم به دل و دزدیایی که صدا و سیما کرده در طول این چند سال گذشته و خیانتایی که کرده نسبت به نماینده مجلس. هم همینطور دونه دونه نماینده مجلس رو افشا میکنیم. یه مش حشره عصبی شلزیب. خوشبختانه مردم آگاهن و هر چی رو ما در طول این چند سال افشا کردیم مردم بهش رسیدن. از افشاگری سلبریتی‌های نزدیک به حکومت بگیر که وقتی افشاشون کردیم یه سری از همین صدا و سیما یا یه سری از همین کسایی که توی رسانه‌های حکومتی هستن به من حمله کردن، چرا به آبروی ما منبرزی می‌کنی یا فلان. گندش بالا اومد چقدر این سلبریتی‌ها حکومتی بودن. تا یه سری از فوتبالیستای نزدیک به حکومت، تا یه سری از سیاستمدارا، تا یه سری از نماینده‌های مجلس، هر کدوم افشا کردیم، تا یه سری از این بلاگرهای به درد نخور که الان گم و گور شدن. مردم بهش رسیدن. فوشش اول ما خوردیم اما راهش باز شد و مردم متوجه شدن. در صورت اگه موضوعی بود حتما برای ما زیر این ویدیو کامنت کنید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. اگر خواستید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید. ممنون از شما.